بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. حالا در چند ثانیه کاری کردی که معادل با 1000 رکعت نماز باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیش امیرالمومنین علیه السلام بود، از حضرت پرسید که علی جان دیشب چیکار کردی؟ آقا امیرالمومنین عرض داشت یا رسول الله 1000 رکعت نماز خوندم. حضرت فرمود علی جان چجوری 1000 رکعت نماز خوندی؟ آقا عرضه داشت که یا رسول الله از خودتون شنیده بودم که هر کسی که 3 مرتبه این ذکر رو بگه یفعل الله ما یشاء به قدرته و یحکم ما یرید به عزته. 3 بار این ذکر رو بگه مثل کسی میمونه که 1000 رکعت نماز خونده. 3 بار این ذکر رو قبل از خواب بگه. اونجا بود که آقا رسول الله فرمود علی جان همینطوره، درسته. یه نکته ای رو توجه کنید، خیالتون راحت باشه از اینکه روایاتی که مثلا یه روایت از پیغمبر